بیا میخوام یه ترکیب دست و پا واسه مبارزه بهت یاد بدم، عین این ترکیب 2013 رئال خفن و پررو باشه، تو مسابقاتت هم بتونی ازش خوب استفاده کنی. که میخوام بهتون بگم همیشه جواب 100% همیشه میخوری تو مبارزاتتون اگر بتونید به موقع بزنید. منظورم از به موقع زدن چیه؟ یعنی از ثانیه 20 مبارزات به بعد اگر ترکیب دست و پا رو بزنی همیشه جواب ضعف آور شدید هم هست. چرا از ثانیه 20 به بعد؟ رفقا به خاطر اینکه ما توی 20 ثانیه اول مخصوصا تو وزنه بالای 70 کیلو اول باید تک ضربه و سنگین کار کنیم که به قول معروف میگن قلقگیری انجام بشه. اوکی؟ بعد از 20 ثانیه اول که تک و سنگین بازی کردی ترکیبات 2 بعد 3 سرعتی میزنی که برای 30 ثانیه آخر نفس داشته باشی. اگر نفس تو 30 ثانیه آخر ببری کارت تمومه. بچه حالا ترکیبه چیه؟ ببین من واسه اینکه رو گارد چپ وای میسم چون مشکلی میخوام پیش نیاد واسه اونایی که رو گارد راست وای میسن از اصطلاح عقب جلو استفاده میکنن. دست عقب، دست جلو، پای عقب، پای جلو. ببین رو گارد هم وایسادم میخوام از این ترکیب برنده استفاده کنم. پای جلو من یه دونه گردگیری میزنه، خب بلافاصله بعدش دست عقبم شیتا، بلافاصله بعدش هنوز شیتام برنگشته گوشی رو گیری. متوجه شدی؟ پس یعنی چی؟ یه بار دیگه میگم توی مبارزه داری کار میکنی پای جلو یه دونه گرم میزنه، بلافاصله بعد دست عقبم یه دونه شیتا هنوز برنگشته با پای عقب گوشی رو میزنم. رفقا پس قلقگیری تو مبارزه خیلی مهمه، حتما انجامش بدید. ترکیب خیلی قراره بهتون یاد بدم. لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر کردن ویدیو بهتون نره. تا قسمت بعدی.